درود بر شما. برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز است. با شما شوکتی محمد هستم. اینک سرخط خبرهایی که پیشکش شما می‌گردد. مالکان مسکین زر یا غلامداری رئیس وحدت در عصر 21 در رامید. پیشک پیشوا را پیشت گفتی فرزندانت زنده یتیم میشوند. مسئله استرداد الهام خالف از روسیه به تاجیکستان قریب نهایی شده است. آمادگی اجباری به مهمانداری همسفران رئیس جمهور مردم کوهستان مسچا را به داد آورده است. ساکنان 10 دهه دره رامید که در پایاناب دریاچه لیفغر و قد راه کان طلایی پکرود واقع گشته‌اند باید بیشترین فایده را از وجود این کان طلا به دست آورند، چون مالکان اساسی این کان هم همین مردم می باشند. اما وضع کاملا برعکس است. دهه‌ها و شرایط زیست مردم در یکی از زیباترین مکانهای کشور در 60 کیلومتری پایتخت و روی کانهای طلا بیشتر به دهه‌های عصر 19 شباهت دارند. به این دهه‌ها نه نزدیکی به پایتخت، نه وجودی کان طلا و نه در موقع خوبی سیاحی قرار داشتنشان کمک نکرده است. این 10 دهه لیفغر، پوچف، غوسکف، دشت مزار، ویستان، پیشانداچ، ناوک، دیودره و کاخو در عصر 21 تا هنوز برق ندارند. انیقترش قسما دارند از حساب نیروگاه های دست ساخت کوچک، گنراتورهای همیشه ویران، اما به این دهه ها تا حال خط برق برده نشده است. در بعضی از این دهه ها نیروگاه های خردککی دست ساخت که چند عائله را با برق کم شدت تامین میکند وجود دارند. این در حالی است که به کان طلا از نورک سیم برق برده شده است که از این دهه ها عبور میکند، اما به ساکنان اجازت نیست از آن پیوست شوند. از زمانی که چینی ها کان طلای پکروت را صاحب شدند، طلای آن بلای سر مردم این دهه ها گشته است. یکی از تازه ترین و خوشاب ترین دریاچه ها، دریاچه لیفغر، به کان زهر تبدیل یافته است. زنبور عسل اطراف آن در حال نابود شوی است. قسمی از ساکنان این دهه ها به کار در کان طلا جلب شدند. کار در این گونه کارخانه ها به سلامتی انسان ضرر جدی دارد و مالک کارخانه باید بجز ماهانه همچنین جبران پولی پرداخت کند. اما نه تنها از جبران پولی خبری نیست، بلکه ماهانه مردم هم اگر پیشتر 100 سامانی بود، حالا تا به 50 سامانی در روز فرآمده است. بر زمین هر جشن و عید، انشاءات جشنی، سفر رئیس جمهور، جشنهای ناحیوی و غیره از این مردم پول جمع آوری می کنند. ساکنان می گویند امیرزاده سابق جنگاور فرانت خلقی با این راه از مردم دره رامید که سالهای جنگ در اختیار مجاهدین قرار داشت قصاص می گیرد و نفرتش به مردم دره را نیز پنهان نمی سازد. قصاص امیرزاده از مردم با غلامسازی مردان و زنان هم تمام نمی شود. کودکان این منطقه غلامان پولآوری حاکم شهر وحدت می باشند. در بهاران اکثر کودکان این دهه ها مجبوراً به چکریچینی فرستاده می شوند. هر کودک مجبور است روزانه به ارزش 10 سامانی چکری جمع آوری کند، آن را فروشد و پولش را برده به مکتب بسپارد. این قصه کدام دولت غلامداری عصر 10 نیست. این زندگی کودکان دره رامید در عصر 21 در 60 کیلومتری پایتخت تاجیکستان است. اکنون درباره مکتب های این دهه ها. به استثنای یک مکتب در غوسکف که کدام سازمان خارجی بنیاد کرده، از زمان استقلال مکتب های این دره نه نوسازی شده اند و نه حتی روی تعمیر را دیده اند. بیشتر این مکتب ها در حال صدموی قرار داشته. درس در اکثر این مکتب ها وابسته به باد و هوا و فصل سال است. خصوصا مکتبی دهه پوچف می شود گفت بام ندارد. البته یک شکلی به بام مانند بالایش موجود است،
اما وقت باران یا برف بارید امکان نشستن در صنف ها وجود ندارد. بام همه این صنف ها می چکند. مکتب دهه نوک که 7 سال قبل از طرف ساکنان بنیاد شد در تریزه ندارد و تحصیل در آن تنها در هوای معتدل امکان پذیر است. سال قبل قرار بود رئیس جمهور به دهه ارخوی دره رامید سفر کند. عنعنه است که قبل از سفر او حتما انشاءات بنیاد می کنند. ساکنان دهه هم به همین امید بودند. حتی آنها را برای حشر به مکتب دعوت کردند. اما برخلاف انتظاری آنها که فکر کردند مکتبی نو بنیاد می شود، هدف حشر بنیاد حاجتخانه مکتب بوده است. سفر رحمان هم برگزار نگشت. ظاهراً دانسته می شود بریدن لنته حاجتخانه را پرزیدنت به خودش لایق ندید. طول چند روز است رسانه‌ها درباره قرار مقامات قضایی روسیه نسبت استرداد شدن یک ساکن شهر باختری ولایت ختلان تاجیکستان الهام خالف حرف میزنند. الهام خالف را مقامات تاجیکستان به عضویت در گروه 24 متهم کرده از روسیه طلب استردادش را کردند. عین حال طور ایرین ساکالووا وکیل دفاع الهام خالف به رسانه‌ها گفته است تقریبا مسئله استرداد این شهروند تاجیکستان نهایی شده است و چند زینه دادگاه قرار استردادش را صادر کرده اند. یگانه امید این مراجعت به دادگاه اروپایی حقوق انسان مانده است. در حال مقامات تاجیکستان الهام خالف را به عضویت در گروه 24 متهم می‌کنند که خود او این اتهام را رد می‌کند. به گفت خود او تنها یک مرتبه در کانال زلا از حکومت تاجیکستان و پرزیدنت این کشور تنقید کرده است. بر ضمن این سنه 16 اوگوست گروه 24 در سامانه رسمیش عضویت خالف در این گروه را رد کرد. اما گفته شده است که این گروه نسبت قضیه الهام خالف بی‌طرف نمی باشد. از مقامات روسیه در این بیانیه طلب کرده شده است که با به اینابت گرفتن شرایط سیاسی تاجیکستان او را آزاد کنند. الهام خالف 8 سال پیش با اهل عائله‌اش به روسیه کوچیده از مقامات کار با مهاجرت روسیه مجوز اقامه دائمی به دست آورده بود. اما سال 2018 طبق یک دستور مخفی مقامات امنیتی روسیه FSB از حق اقامت در روسیه محروم شد. ولی همانا همسر و فرزندانش شهروند روسیه می باشند. اینجا سوال به میان می آید که آیا حقوق آزادی های الهام خالف از جانب مقامات دو کشور نقض نشده ایستاده است؟ مقامات تاجیکستان می‌خواهند تنها به خاطر انتقادش که حق حلال شهروندیش است او را بازداشت و به تاجیکستان برده به سالیان دراز زندانش کنند و یک عائله سالم را ویران و فرزندانش را تنها به خاطر تنقید زنده یتیم کنند. مقامات روسیه باشد به این قرار است پدر شهروندانش را که نانآور و تامین کننده عائله می باشد از شهروندی محروم کرده به تاجیکستان سپارد. مگر این عمل بیرحمانه که در آن یگان پرینسیپ های گومانیستی به اینابت گرفته نشده است تنها کوشش به زبان آزاداندیشان و حق طلبان قلف زدن نیست؟ در میان کشورهای پساشوروی که یک نظام یک حزبی کمونیستی حکمران بود تنها یک کشور، یعنی اگر بگیریم کشورهای عضو اتحاد مشترک المنافع یا به اصطلاح اسنگ، گرجستان توانست به آزادی های دموکراسی دست پیدا کند و یک کشور واقعا مستقل و آزاد شود و آزاد باشد. ما باقی کشورهای عضو از قبیل تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و من جمله ترکمنستان، آذربایجان، اینها نظام تغییر نیافت. یعنی نظام شوروی و نظام KGB یا همین KGB که ما داشتیم اصلا تغییر نخورده است. یعنی سمت سیاسی نظام شوروی هنوزم در این کشورها باقی است و درست است که در بعض موقعها
منفعت های این کشورهای عضو به هم میخورند، یعنی روبرو میزنند. بعضی وقت مثلا یک حرفی هم میان اینا پیدا میشد، ولی در اصل شما میدونید که همون یک حزبی کمونیستی که پوتین خودش هم رئیس یک مقام استخباراتی یعنی KGB بود، بعد بخامدار بود، بعد هم رئیس FSB بود، بعد رئیس جمهور شد. یعنی هیچ چیز در نظام ها تغییر نیافته است. اگر گوییم که دموکراسی، نه، این کشورها شاید هم در کاغذ و در روی کدام چیزی نوشته شد، چون که قانون که نمیشه بعد این را گفت. قانون، البته اینا قانون خرچافکه کردگی هستند، در این کشورها قانون وجود ندارد. میخواستم قید کنم که ما وقتی در این کشور از حقوقهای مهاجران کاری یا حقوقهای شهروندای تاجیکستان صحبت میکنیم، باید ببینیم که خود حکومت این کشور و رژیم پوتینی نسبت شهروندای خود چگونه رفتار میکنند. چند وقتی است که در روسیه انتخابات ها میگذارند. من انتخاباتی به اصطلاح مازگار دوما بود، یعنی دومای شهر مسکو، و خیلی از مخالفان بروی خط نگرفتن، نگذاشتن که در این معرکه انتخابات شرکت ورزند و یک میدان برایی ها و گرد همایی بسیار گسترده را مردم روس، مردم بیدار روس، واقعا بیدار روس اینجا راه انداختند. و شما برخوردی پلیس با مردم این کشور، مردمی که واقعا میخوان به آزادی های دموکراسی دست پیدا کنند، شما جهان دیدن که چگونه پلیس نسبت مردم خود، کشور خود، شهروندان خود برخورد میکند. بعد جانب دیگر کار، این درخواست جانب تاجیکستان، طرف تاجیکستان، مقامات تاجیکستان برای استرداد شهروندای تاجیکستانی که دو شهروندی دارند. اصلا ببینید هر کسی که اینجا دو شهروندی دارد عموما از یگان حق و حقوقیت برخوردار نیست. شما ببینید با کرامت شریپوف اینا چیکار کردن. کرامت شریپوف که به قول خودش در چچنستان و در افغانستان جنگیده بود و نشانه قهرمانی هم داشت، مدال هم داشت و از جانب حکومت این کشور قدردانی هم گشته بود و منزل داشت و نمیدونم دچه داشت و یعنی از خیلی چیزها برخوردار بود. وقتی منفعت ها با هم خوردن، یعنی منفعت ها تقاضا کردن، در یک لحظه شهروندی کرامت شریپوف از بین رفت و ایشان به یک طور وجیح از جانب از طریق بازداشتگاه یا همون سپیس پریامنیک به تاجیکستان برگردان شد، در حالی که ایشان شهروندی تاجیکستان هم نداشتند. بنابر همین منفعت های این دو رژیم، می شود گفت رژیم های دیکتاتوری، چون که پوتین هم کمتر از یک دیکتاتور نیست، با هم برابرند، با هم میخورند. به هر حال هر وقت که مثلا تاجیکستان یا جانب تاجیکستان، حکومت تاجیکستان هر چیزی لازم شد از طرف روسیه، از جانب روسیه درخواست کرد، اینا برآورده میکنن. عادتا همین است. من همین چیزی که جانب تاجیکستان درخواست میکند از روسیه، این استرداد شهروندایی هست که نسبت رژیم حاکم تاجیکستان یگان مخالفت دارند یا یگان حرفی را زدن دیگر که جمهوری تاجیکستان یا حکومت تاجیکستان در اینجا این منفعت‌های دیگری ندارد. خب منفعت‌های شهرونداش که سر جاش، منفعت‌های شهرونداش که کار ندارد، ولی وقتی که یک نفر انتقاد کرد حتما مقامات‌ها در جنب و جل می‌دارند و زود از جانب روسیه درخواست میکنند که این نفر باید استرداد شود، چون که واقعا هم تهدید است، واقعا هم خطر است. و رژیم که میخواهد مثلا 100 ساله های آینده هم سر قدرت باشد، از کمترین انتقاد ترس دارند.
همون طوری که از یک برگ درخت میلرزن، از کمترین انتقاد ترس دارند و برای اونها، اونی که شما میگید یک نان آور خانه است و یک خانه مثلا ویران میشود، برای اونها هیچ ارزش این چیزا ندارند. یه نفر میگیرن مثلا 20 سال حبس میاندازن، شما گمان میکنید فرزندکای او، پدر و مادر پیر او پیش چشم اونا میبیاد؟ نه، اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. این ارزش ها برای ما و شما ارزش است. برای اونایی که مثلا در اون کرسی آششتگی هم هیچ ارزشی ندارد ویران کردن عائله یا احترام عائله، احترام پدر و مادر کسی که انتخاب کرده است، هیچ ارزشی ندارد. بنابر همین خود همین استبدادها نشان داده همین است که رژیم حاکم به هیچ وجه نمیخواهد در این 100 ساله ها قدرت از دست دهد و همین گونه یک سلاله تأسیس داده، همین گونه 100 ساله ها باید که چی قدرت باید در دستشان باشد. اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را برایتان همکارمان صفیه واحدا و مختصر گزارش می‌دهد. چند ساکین ناحیه کوهستانی مستچاه به رادیوی آزادی شکایت کردند که مقامات از آنها طلب دارند تا برای مهمانداری منصبدارانی که در عرفه سفر پرزیدنت امام علی رحمان به این ناحیه فرستاده شدند، گوشت و نان و روغن و برنج جمع کنند. از 30 عائله دهه ده هاوس طلب کردند که 50 کیلو گوشت، 50 کیلو برنج و 50 کیلو روغن بسپارند. سامانه اخبار قبلا خبر داده بود که مقامات کوهستانی مستچاه بستانسرای 3 سال پیش برای پرزیدنت ساختهشان را از دهه ولغوند کنده به دهه راغ بردند، چون که این دفعه قرار شده است که پرزیدنت در راغ استراحت کند. انتظار می رود امام علی رحمان روز 20 آگوست از کوهستانی مستچاه بازدید کند. از ناحیه ظفرآبادی ولایت سوخت به رادیوی پیام خبر داده گفتند که امام علی رحمان سنه 22 آگوست به این ناحیه تشریف می آورد. صدها معلم و خوانندگان مکتب در موسم تعطیل با آمادگی پیشوازی رئیس جمهور جلب شدند. ماشین‌های چندین صاحبکاران را برای خدمت به پیشوازی پرزیدنت از صاحبانش کشیده گرفته رقم خدمتی چسبانیدند. شرح مفصل در این باره فردا در برنامه تحلیل خبری پیام نیوز ارائه خواهد شد. گفتنی است سفرهای پرخرج پرزیدنت در سالهای اخیر به یک بار میان شکن برای بودجه‌های کسادی مقامات محلی تبدیل یافتند و رئیسان شهر و نواحی با چنین شیوه کوشش می‌کنند امام علی رحمان را به درجه عالی پیشواز بگیرند. نظامیان تاجیکستان، روسیه، چین، پاکستان، قرقیزستان، هندوستان، قزاقستان و ازبکستان مشق نظامی مشترک برپا می‌کنند. در مشق‌های نظامی مشترک حدود 130,000 نفر سرباز و افسر شرکت خواهند کرد. طور دفتر مطبوعاتی وزارت مدافعه روسیه امروز خبر داد مشق‌های نظامی مشترک تحت عنوان مرکز 2019 از 16 تا 21 سپتامبر سال جاری برگزار خواهد شد. در نظر است مشق‌های نظامی در میدان‌های نبرد یا پلیگان‌های دونگوز، توتسکی و اردنک روسیه انجام شده، در آن بیش از 20,000 عدد تکنیکای حربی و 600 عدد هواپیمای جنگی استفاده خواهد شد. سال 2015 در این گونه مشق نظامی مشترک حدود 95,000 نظامی، 7,000 عدد تکنیکای حربی، 170 هواپیما و 20 کشتی جنگی شرکت داشتند. در شهر اورگنج ولایت خوارزم ازبکستان آموزگاران مکتب روسی رقم 3 شکایت دارند که 30% معاش ماه آگوستشان برای خریداری پرده و جوان به صنفخانه‌ها ستانیده خواهد شد. آموزگاران ثبت را رسانه‌ای کردند که در آن مسئله خریداری پرده و جوان برای صنفخانه‌ها بررسی شده است. در آن مدیر مکتب پولاد آرازوف به آموزگاران میگوید که برای خریداری پرده و جوان 20 میلیون سوم معادل $2105 لازم است و آن از معاش ماه آگوستی آنها گرفته می شود. آموزگاران می گویند بعد اعتراض به این تصمیم رهبریت مکتب تهدید شدند که جای کاری خود را از دست خواهند داد. یکی از آموزگاران مکتب رقم 3 به شرط افشا نشدن نامش گفت همیشه یک قسم معاش آنها را نمی دهند. اما مدیر مکتب پولاد آرازوف خبرها در این زمینه را قاطعانه رد کرده گفته است کفالت می‌دهد که از معاش آموزگاران مبلغ ستانیده نمی‌شود. روز دوشنبه آنها را جمع کرده آگاه خواهد کرد که معاش ماه آگوست را پورا دریافت خواهند کرد. در همین حال مدیر از شرح نوار خودداری کرده است.
ҳамин гуна шикоятҳо аз ҷониби омӯзгорони макотиби тоҷикистон низ борҳо расонаӣ шудааст. дар тоҷикистон на танҳо аз омӯзгорон қисме аз маошашонро бо ҳар баҳона намедиҳанд, балки хонандагонро низ водор мекунанд ки ба ҳар гуна чорабинию ободонӣ маблағ ҷамъ кунанд. бо ҳамин барномаи имрӯзии Паём Ньюз ба ниҳояти худ расид. умедворем барномаҳои радиои мо ва матлабҳои моро пайгирӣ мекунед. ҳар ки омодаи ҳамкорӣ бо мост ва ё шоҳиди ҳодисаву рӯйдодӣ мешавад, лутфан ба рақаме ки дар навор мебинед зуд тамос бигиред. дар ҳолати ба мо расонидани маълумоти муҳим, махфӣ нигоҳ доштани ҳайсияти шумо кафолат дода мешавад. дар ҳифзи Аллоҳ бимонед. хайр, то рӯзи дигар.